حکمت یعقوبوف ماه دکامبر سال 2024 از زندان با 2 دیپلم رها شد. این ساکن شهر ترسونزاده قبل از حکم زندانش در دهات تراکتور میراند. من در محبس شدم. در محبس از طرف شغل اهالی مؤسسه مدرسه کسب آموزی تشکیل شد. در مؤسسه کسب آموزی من در 2 اختصاص تحصیل کرده، یعنی که شهادت نامه تحصیلی که برقچی یعنی که الکتریکی شده و دوم چیزی که تحصیل شوندم یعنی که کفشرگری سوارشکی چیزی شهادت نامه شد دسترس کردگی هستم. فرمایش میشد ای معارف از مکتب ها پرتاب و استال میشد هم خیلی میساختیم. حکمت برای انجام این کارها در زندان معاش زیاد نمیگرفت، اما زندانیانی هستند که میگویند در محبس کار میکردند و معاش خوب هم میگرفتند. از مهلت جزای فریدون 7 ماه دیگر مانده است. او حالا یکجا با محبوسان دیگر در ساختمان شاهراه بین المللی دوشنبه خاروغ کار میکند. اینجا ساعت بر جا سوزه چه میترما میلیون بر خوب آید معاش 100 فایزه موج 1800 میگیریم کارتا دا میگذره کارتا دا مثلا با 25 روز کار میکنیم با 5 روزه خونه میریم کار واضحی نیست کار سابقه. برخلاف گفته های فریدون برخی محبوسان سابق میگویند نه در همه زندان ها بر عوض کارشان به زندانیان مزد کار میدهند. وقتی که من ادای جزا میکردم برای 1 ماه مزد مهنت یک زندانی برابر بود به 400 سومونی. از همین 400 سومونی از 50 تا 70 سومونی در ماهش برای ناس و سیگارت پولی میدادند و باقی ماندهش میگفتند که در خزینه زندان میایستد، وقتی که ادای جزا را بود کردی به دستت میدهیم و جوابت میدهیم به خانه میروی. با فعالیت مهنتی وادار کردن محبوسان تجربه جهانی است، اما با گفته دلشاد محبوس دیگری که 4 ماه پیش از محبس معروف به یکم سویتسکی دوشنبه رها شده است نه همه را در زندان‌های تاجیکستان به کار میبرند. از جمله آنهایی که برای تروریسم، جنگ در کشورهای دیگر و با این مانند جنایت‌های وزین محکوم شدند و کار جلب کردن نمی‌شوند. سرریاست اجرای جزای جنایتی آمار محبوسان مشغول کار و کارگاه‌های داخل زندان‌ها را رسانه‌ای نمی‌کند. اما چند سال است که حکومت تاجیکستان اجازه داده است که این نهاد در تندرهای دولتی اشتراک کند و سال‌هاست که کارگاه‌های دوزندگی داخل زندان‌های تاجیکستان برخی از لباس خدمتی ارتش و مقامات دیگر را آماده می‌کنند. همچنین در داخل زندان‌های تاجیکستان چنین کارگاه و استخوان‌های دوریدگری و مبل‌سازی فعال است که معلومات درباره شیوه کار و مالکان آن دسترس نیست. بنا به معلوماتی که رادیوی آزادی از یک منبع نزدیک به اداره زندان‌ها به دست آورد، حالا محبوسان زندان‌های گوناگون تاجیکستان در ساختمان نیروگاه راغون، شاهراه بین‌المللی دوشنبه خاروغ، ساختمان راه‌های کنار دوشنبه مشغول کارند. برخی از نهادهای بین‌المللی برای توانبخشی و در آینده صاحب کسب و کار کردن محبوسان طرح‌های مشترکی را نیز با حکومت تاجیکستان راه اندازی کردند.